бародарое ки вақти гузаштани сарҳадшон расидагӣ ва дар Москван ё Московский област метавонанд сарҳадро бехатар гузаранд. тавонанд аз ҳамин бародар истифода баранд. мошинои замонавӣ ва тамоми шароитҳоро доранд. Wi-Fi дигару технологияро доранд. айноми канали олами синамо гап занед бо бародармон арзон мекунад барои шумо ва барои ҳамаи шумо роҳи сафедро хоҳонам дӯстони азизам. ин чӣ гап ҳаста? ин одам аз ростӣ мегурез? исто мегӯям, мепаронам. جنگ گفتم شروع میکنید. ایست گفتیم میستید و قاعده ها رعایت کنید و جایهایتان. یکم راوند. سلام برادر. چی خیر؟ کارها چی خیر؟ همه خوب است. شما چی؟ خب حادثه همین خیل آن آدم رو بیرحمانه پرانده. بیزار با جایهایت. آخر تو چرا این خیل می جنگی؟ ها؟ بینوش آب است. چیزی نیست خانم ملیس.
ҳуҷҷатҳоятон лутфан. برادر چه خیل حجت؟ این آدم میمورد تو حجت میپرس. Тамом, биёед гузаред. ایست، خاموش باش. از جایت نجو. камоли сиёҳ бисёр зуд менамоӣ. парво накун, баъди мурдани ту дӯст доштаатро ман тасаллӣ медиҳам. як ду се ба ҷойҳоят. сардорам картакел аз мошини скори помоша гирифта гирехта. ту чиҳо мегӯя? ин занханон бод гурехт магар? охир ӯ нав ҳабс шуда буд. намедонам. роҳ гард. این آدم را به بیمارخانه بردنم لازم. اگر اینجا گذارم این مرده میرود. ای خدای من. چی کار میکنی؟ نمیفهمم. بیزن این آدم رو آخر. بازی کردنم رو چخیل به این گویم. خانم ملیس، این آدم بسیار با قوت است. کمی او را خسته کرده، بعدم به نکاوت میفرستند. شما پروا نکنید. раунд 6 ҷанг. این کجا شد لوین؟ در کجاست او؟ مردک تستر های کنه دی خیلی نمیقپی وایا. سردارم انا اونجاست. در کجا؟ او ندیدیش؟ نلی لعنتی است کن. خدایا باز از پسم هستن؟ خدا تو را لعنت کند. رو خیر. تریزه رو کشا لبن کشا. ای کارتکل است. تسلیم شو. ماشین را با طرف راست من کن. نه یا بچه پس رو کن شو. ایستم، این آدم میمورد. این آدم را به بیمارخانه بردنم لازم. و چی ها میگوید؟ مردک دیوانه شده است.
یک. خدا لعنت کند گریخته است. این آدم را بسته گریخته است. کنی تو هم زودتر غالب شو کنی. خانم الیس ما رو تنها میگذارید؟ چی کار کردنت را میدانی؟ این راوند مغلوب میشوی. فراموش نکن. فراموش نکن. هشتم راوند جنگ. اون چی کار میکنه؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نکاوت. غالب شدی کامون. غالب نفهمی. خوب است خانم ملیس. خوبم چیزی نشده از خوبم من. حساب این رو پس میدی کمالیسیا. او چی سفسته میگوید؟ غالب بر آمدیم تو. بسیار تشویش شدم. کی باشد این آدم؟ خوش آمدید خانم. خوش باشید. خانم تولین انوای جناب شما را انتظار است. همین شد؟ مرحمت گذارید. تشکری زیاد. شف مهمانتان آمد. این دیوانه است. اگر 100 سال فکر میکردم با یادم نمی آمد. خوبو اما این دیوانه که اینقدر دارا شده باشد به این میراث مونده باشد. خیر مهم نیست. باید که با سازیش کنم. یعنی که تکای بدبوی ثروتمند شده است و من خبری ندارم. خانم تولین جنابی وی جنابی عزیز، برای دعوتم را قبول کردنتان تشکر زیاد.
فرمایید. تشکری زیاد. خواهش میکنم. بفرمایید. تشکر. خواهش میکنم. چی میخواهید؟ مرا گوش کن. کار تمام شد. دیگر با تو کار ندارم. حیاتم را زیر خطر گذاشته بودی. از این پس تو رو تنها گذاشتن نمیخواهم ملیس. چی گفتن میخواهی؟ ها، یا اینکه به من عاشق شدی؟ مرا بین. ما گوناگون عقیده هستیم، این را بدون. من اون عقیده های رنگین و گوناگون رو میشکنم و مایلش مسئله جدی است خانم ملیس. چی است اون مسئله جدی عجبا؟ این بابای خودری ابله پیش از بازی شرط رو ایواز کرد خانم ملیس. چی گفتن میخواهی؟ نمیفهمم. باید در راوند آخر مغلوب میشدم. چی؟ غالب نشوم گفته با تو تهدیدم کرد. چی ها گفته ایستاده یه؟ همش رو فهمونیدم. خوب ولی تو غالب شدی کو؟ آنه مردم من. انیق این بار مردم. چرا مغلوب نشدی ها؟ چرا مغلوب نشدی؟ چیکار میکردم خانم ملیس؟ مغلوب میشدم که تو رو زد. خودم را داشته نتوانستم. خودش را داشته نتوانسته است. باید خودت رو میداشتی کوچگر. خیر خانم ملیس، چیزی شد گذشت. از این ساعت به من بسیارتر احتیاج داری. دفشو. خانم ملیس. دفشو گفتم. از تو جانم خلاص نمیشود. بلای سرم. آه ملیس. یعنی جناب عزمی اون تحفه های زیبا رو شما برای من فرستاده. خدایا چرا زحمت کشیدید. بسیار مرد نازک طبیعت هستید. خواهش میکنم. این گفته ها، این کلمه های گفته شما برای من از همه خزینه های روی دنیا با ارزشترند. چون که شما گل نایابی قلب و جان من هستید. جناب عزمی مرا تعریف میکنید. من هم در مقابل این دعوت نازکی شما را به خوراک شام دعوت کردن میخواهم. اگر نوید زیاد میشوم. با چشم خانم، البته که می آیم. تشکر زیاد. خواهش های شما برای من چون امر هستند. حتما آنجا می شوم. همه حجیره هایم در امرتان هستند. حجیره هایم گفته چرا میگویید؟ هجری با پدرم گپ زدم. کارو نادرست فهمیده است. فکر کرده است که در بینمون چیزی هست. فکر میکرده است که من تو رو دوست میدارم و فلان. از کجا برآورده باشد این گپ رو؟ فکرهای خطا کرده است. البته که این خیل شدن نمیتواند. من چرا تو رو دوست میداشتم؟ میلیون دل داشته باشم هم یک تاش رو به تو نمیدیم. از رنگ روی تو و دلت بیزارم من. خوب نباشد. با گفته های پدرم باور نکن. پدرم فکر کرده است که تو همه رو دوست میداری. با فکرم خطا کرده است. خیر گفتنی هم که نترس. یعنی پدرم تو رو ضرر نمیرسونه. خانم سنم، مسلمان تنها از خداوند میترسم. خوب تمام. بینمون هیچ چیزی نیست نباشد. بله نیست. من جنگاور رو دوست میدارم. نیست. نیست.
پیشتر هم گفته بودم اگر من 1 میلیون دل می داشتم هم 1 تایش رو به تو نمیدادم. 1 تایش رو به تو نمیدادم. مرا گوش کنید. دامولوزیا بیهوده باید در محبس نشینه. نقشه کشیده. او را از محبس برآوردن لازم. اوف اکای کانون باور کده همون دامولوزیوت خیلی دجالم زدی. این خیلی نگاه نکاکا. اینا در شایدی شرف و در شایدی خدا همه آدم بر وقت های محبس گرفته. کم تو بگی؟ دم اکا من میگویم که برادرم نمک رو پرانده در باغچه مسجد گرونیم. چی میشه؟ لعنت بر تو. لعنت یا شما هیچ چیز را نمیفهمید. در مسجد آدم رو میپرانند مگر خدا میزند میموری. سلام علیکم. علیکم سلام هجری برادر، خوش آمدی. ما درباره دامولوزیا صحبت داشتیم. میگوییم که کمتر پس رفته او رو زیارت کنیم بسیار خوب میشود. تو هم میایی؟ اکای کانون به زیارت استادم رفتم اما او اونجا نبود. نبود؟ چه خیلی نبود ها؟ از محبس گریخته است. چی؟ من چی گفته بودم؟ من پیشتر به شما چی گفته بودم؟ چی گفتی؟ گفتم که گریخته. اکا البته میگریزم. یعنی وای آدمی رو که قصدا کشته است جنایتکار است و من هم باشم میگریزم. این خیلی میشود مگر استادم آدم کش نیست. اینم تریه. از پیش خودتون هرچی نگوید که گناهگار میشه. پیش درآیید. دختر جانم تو رو بسیار یاد کردم. یا خدایا چرا کسی در رو نمی کشاید؟ یا اینکه به حبس افتیدن گفته این بهار دختر رو گرفته گریخته باشه؟ پدرم در کجاست؟ چرا تا حال نآمد مادر جان؟ می آید دخترکم می آید. تو پروا نکن میلش. دختر جانی من نو پدرش رو دیده بود آخر. یا خدایا چیکار میکنم؟ زیا بیگناه بودنش اثبات می شود و از آنجا آزاد می شود. پروا نکن. انشاءالله. زیا چه خیلی تو رو آزاد کردن؟ بیگناه بودنت رو فهمیدن؟ نه از محبس گرفتن. چی؟ زهرا دخترم در کجاست؟ دخترم مادر جان جناب زیا خوش آمدید. رحمت خوش آمد. از محبس گریخته است. چی؟ چی؟ به تو چی؟ مثل که بسیار در فکرش بودی. چرا فکرش رو نکنم زهرا؟ چرا میکنی جانم؟ زیا جانم چرا به اینجا آمدی؟ یزنم حاضر آمده تو رو مییابد. یزنت را یک سو گذار زهرا. در خانه کی است؟ هیچ کس نیست. کسی نباشد خوب. اینجا آمدنم را نباید کسی داند. کارت را به سقراط کسی از این خانه داده است. او را یافتنمان لازم. ما هم همین خیلی فکر داریم. ما گفتی؟
من این خیلی فکر میکنم کرد رو انیق کسی از اینجا برآورده است. اکاولش ما چی کار میکنه؟ او دیوانه که طرف خونه بابا اکرم میه، او قدم چه جانه میمونه. ای بیاق اون مثل تو فکر کردن نمیتوانه مگر؟ همین جمعیان به خدا یادی سیلن میزنه. زیو یزنم گریز به اتاق قسم میرم لطفا گریز. این مردک در تنه میکشن ای با نمیدونی؟ ای گب نزن. یزنه لیوین؟ او در کجاست؟ کی در کجاست یزنه؟ کلتکل است. چی؟ به او چی شده است؟ از محبس گریخته است. از محبس گریخته است؟ لیوین گفته بود که آدم همیجا نیست. گب نزن، رفته خونه رو میکوبه. یزنه چی خیلی یعنی خونه رو جستجو میکنید؟ اگر در خونه باشد من نمیدونم مگر جانم؟ سردارم با فکر من خانم زورا درست میگوید. خاموش لیوین خاموش. او کلتکلس است. چی کار کردنش معلوم نیست. همیشه در راه استفاده نمیبرد. معلوم کو؟ برای همین خانه رو میکوبیم. اجازت میدی ها به خانه درویم؟ نمیدیم. زهرا نه بیا لیوین. سلام علیکم. سلام علیکم. سومان جان. لیوینت کودک ها هرگز دروغ نمیگویند. سومان جان پدرت در کجاست جانم؟ پدرت رو دیدی؟ من ندیدم اما کیونم. کودک ها هرگز دروغ نمیگویند. هیچ کم نه. به این همه جورو میکوبیم. تو پایان رو کام من بالا رو میکوبم. زود باش. زورا جان تا گفتن ما رو یک کرچک بریان که خواهش میکنم. فقط همین جا رو ندیدم. من دیدم یزنه تازه است. هیچ کس نیست اونجا. زهرا یک سو رو نه زهرا راه هم را نگیر. یک سو رو کجا باشد وی؟ در کجا هستی به شرف؟ زهرا یزنه؟ جانم سیا در کجاست؟ نمیدونم. با شما یک سیر رو گویم. بگو. نمیدونم. تو فکر میکنی که شیرین هستی؟ من باید کامراهای نظارتی رو ببینم. نیست. کامرا نیست. اوستاها تعمیر میکنن. کامراهای نظارتی کار ناشایان شدن. زهرا اگر او را پنهان کرده باشی برای پنهان کردن جنایتکار تو را هم دستگیر میکنم.
عشقم زهرا ای زهرا زیا در کجایی تو؟ اینجایم مگر نمیبینی؟ زیا اونها رفت؟ بیا رفتن با دقت باش اونها رفتن؟ عشقم رفتن گفتم که رفتن مطمئنی؟ مطمئنم جانم رفتیم جانی من پدر جان جانی من سومان بسیار ترسید که شما دستگیر میشوید جناب زیا. مگر جانی من ترسیده است؟ به او نگاه کن. از پشت سومان زیا رو گپ داده ایستاده است. نیتی بد دارد این زنک. باید کاری کرده از او خلاص شود. تنها به خاطر آنکه سومان رو به تو نگذارم از دستم آمده رو میکنم. آمده در را گفتم کسی نبود. از راستی بسیار ترسیدم که رفته اید. مگر ما به شما میگریزیم؟ اینجا چی گپ است؟ زیا اومده اول به خانه او رفته است. به تو نشان میدهم زیا. خانم بهار برای نرفتنتان و ایستادنتان منت دارم. نه خیلی نمیکنیم. این زن بسیار خطرناک است. باید راهی یافته او را گسیل کنم. اونال تو اینجا چیکار داری؟ کلتکلس از محبس گریخته است. او را در اینجا ندیده؟ چی؟ از محبس گریخته است؟ سردارم این هایی چطور نمیدونن. ماشین تو دقیق نیست. نمیتی یک گز بتی؟ نمیدهم. از یک شخص قدردان هدیه است. اگر او را دیدید به من در حال خبر دهید. گلوشترش دقیق نیست. خیز خدا این چخلودم است. ماشینی او چند دقیق نداره میلیس. تو اینجا هم؟ اکای اونال با لیوین چرا اومدن؟ کلتکلس از محبس گریخته است. کلتکلس چیکار کرده است؟ از محبس گریخته است سمی جان. اکا حاضر اینجا چیکار میکنیم ما؟ لعنت یا شما هیچ چیز را نمیفهمید. این شوکت خانه سوخته از پس خانم بانو نیست مگر؟ بله. اگر حاضر به بانو نزدیک شود ما باشیم او را در حال دستگیر میکنیم. درد میشود. از برای خدا شعر اینر همینجا باشه شما نخواد خلطه بردارین خانم بانو لطفا. باز تو هستی بیزار کردی آخیرا؟ شبکه در جا نیستا. دمه باز چی شد؟ دستگیر کنه خدایا باز چی گپ است؟ شبکه بس حیوان که بخت و کلم ها بکنه. دمه پدن آلا طبقه پیرنش. لعنتی یک با دستم افتاد چیکار کردنم رو خوب میدارم. این کجا گم شد؟ یا خدایا اکا البته که او به بیرون میبراید. رفتن نزدی در منتظر شدیم چی؟ راست میگوید اکا. بله پیش درانید زود باشه. اگر با دستم افتاده خدا جانش را نشان میدهم. نبیرگانی بابا چه سازی شما اینجا هستی. جینگل بیز به شما توفانه است. جینگل بیز چخیل سالای نوتا مبارک. من رفتم
هیچ نفهمیدم این سولینا بر وقت زدی بمبای برفی چیکار میکنه؟ ای یگان سرزده سرزده اکا با خدا در داخل این لباس آدم میپزه. آخر تو چرا باز به اینجا آمدی؟ من تو رو پیش نکرده بودم آخر. طاقت نمیکنم که به یک طوری موی ضرر رسد خانم ملیس. برای همین مرا با بابای بلا قادر گرفتار کردی. حق هستی، شرمنده ام خانم ملیس. ها، شرمنده بوده است، شرمنده بوده است. ملیس جان، لبای مادر، کسی که با من همیشه هدیه روان میکرد امروز رفته شناس شدم. کی بوده است؟ آمد، میبینی. چی؟ در محکم است؟ محکم است جانم، پروان نکن، اینجا امن است، مشکلی نیست. زهرا جان، بگو یک مهمانی مخصوصمان برای خوراکی شام میآید، باز به یگان جا نروی میلش. شد ینگا جان. به فکرم شونید زهرا، کارد را کی برده است یافتنم لازم. کارد را به سقراط کمال سیاه داده است. به فکر من دیگر هیچ کس داده نمید. نه، عقل او به این خیل کارهای تهمت کردن نمیرسد. اگر این خیل میکرد مرا تهدید نمیکرد، دیگر کارها را میکرد. کی میتواند نباشد؟ نمیدانم. این کار را زود حل کرده فهمیدنم شرط. بیتول از این خبر ندارد، همین تفنی؟ نه جانم، پروا نکن. بیتول در یک کنفرانس طبی بیرون از شهر بود. من به او هیچ چیز نگفتم. خب تا این کار را حل کردنم نداند خوبتر است. من هم کار دارم، باید حل کنم جانم. چی؟ یا خدای چی باشد؟ خود را به نادانی نزن زیو. از محبس گریخته اول برای دیدن اون زن رفتی. کدام زن؟ خود را به نادانی نزن. بهار، بیامان بهار را از برای خدا. اما روزش رو به چشمش نشون میدیم. نگاه کن. یگانه جایی که کنعان دیوانه مرا نمیابد انا همین خانه است. نبیرایی عزیزم، چی خیل استی؟ مادر جان، مادر جان، مادر جان. دختر دام تا بگی ما که شوکتم. مادر جان. ای کنان خلاص شدیم در این گودک زدیم که. مادر. با تو چی شد دخترکم؟ اوف اکا گفتن نمیخواهم اما با فکرم آن شوکت گفتنی آدمی به صفت و به شکل و شمایل ما را فریب کرده است. این چه خل میشوده؟ اکا کنون این اخدید که یک ساعت دارم جشتیم حتی یک آدم شبهناک نگذاشت انزم اینجا. چی؟ شبهناک گفتی؟ بله. بابای برفی از کو گذشتی؟ چه ها میگوید ها؟ چه ها میگوید؟ از این در یک نفر شبهناک برآمد، این هم بابای برفی است میگویم. وای شوکت، وای شوکت، مرا گوش کنید، مرا گوش کنید. رفته در شهر چی بابای برفی هست همشان را به نزد من آرید. پیش درآیید. همه چیز آماده است، همین خیل نه؟ مادر، نگفتی کی میآید کی میآید؟ سورپریز جانم، سورپریز. آمد به فکرم. خانم ملیس، راستی من هم بسیار میخوام که این عاشق پنهانی مادرتون رو ببینم. اگر تو یگان چیز را نمیخواستی حیران میشدم. این رو یک سو بذارید. اگر این رو پدرم شنود بسیار زیق میشود. بیمان، مادری من با پدر دیوانه تو نمانده است. ای بس خانم ملیس، مرا چیزی که میگویی بگو، اما پدرم رو دیگر این خیل نگو لطفا. بله. جناب رو با شما شناس میکنم. بفرمایید.
مادر؟ چی؟ پدر؟ چی؟ بخشیش یک به این طرف میگردید؟ این همه دامولای دیوانه است کو؟ خودی خودش گیرید این گله ها برای شما. تشکر زیو، چقدر آدمی خوش ذوق هستید. به بهترین حال لایق هستید. تشکر زیو، خیر سر میز گذارید. بفرمایید. مادر چی؟ تو به این دیوانه چی کار داری ها؟ ای ملیس، بسیار ای بسر بسیار جنابی بادا بوده است. رفته بیا شیرینم تو هم بینشین. جانم خوراکا را بیاری. پدر جان این چی صورت است؟ چی لباس است؟ چی زیبایی است؟ پسرم عشق انسان را زیبا می کند. تو هم عاشق شو تا که زیبا شوی. همه چی مشت نمیگردی پسرم؟ من به این هم عاشقم پدر. اینجا یکون کس باشد؟ در تونل منتظر شدم از گرسنگی مردم. در تونل بیهوده منتظر شدن نمیتوانیم برادر. خیر رفته یکون چیز خوریم. باشه داره خونه یکون آدم زنده هستن نیستن. یکون چیزی خوردنی نداره هیچ خیلی قصره. ای بامبر قطعی خلدنی که خورید ای با نمیدونی غیری سازی یکون چی ندارن. خرگوش زندگی میکنن در اینجا. خانم ملیس مثل که مادر تو با پدری من سال هاست با یک دیگرند. نه هرگز آنها یک جای نمیشوند. من به این اجازت نمیدهم. درست گفتی جانم. به این هم از یک عائله یک جفت کافی است. این چی خیل است؟ تو چی ها میگویی؟ عشق میگویم عشق، دیگر چیزی نمیگویم. عشق؟ چه خیل عشق؟ سفسطه نگویی؟ خانم زهرا از شما یک چیز رو پرسم. امروز من در باغچه بازی میکرد. یک آدمی ریش سفید رو دیده است. بسیار ترسید. این خیل باشد من هم بیرون نمیبرایم. شما یکون چیز رو میدونید؟ یک آدمی ریش سفید؟ نه. بله نه به یادم اومد. در خونه که شما خوب میروید یک جین هست. جین بوده است؟ اما نترسید. وای بسیار جندی مبارک و خوب است. بعضا بر اومده بازی کرده باز پس میگردد. ترسیدید می؟ یعنی؟ نترسید. شبانه هم در و تریزه ها رو کفته میگریخته است. با در و تریزه زده میگریخته است؟ بله. یا خدای من. وقتی که من کودک بودم در اون خونه اما که بخمون زندگی میکرد. از پشتی همون جین دیوانه شده از آنجا رفت. شما چی ها میگوید؟ خدا. با خدا ژیلوتکان پوری سازی شد. بچه تشکیلی در اینجا بوده در بلوی صبح 50 نمود خوراک و ما مردیم این سبزی خریم. بعد شما گوشته ملایم بخریم و در اینجا سبزی قاب زهری بدن تون شود. زهرا جان این زیاد در کجا پنهان شده است میدونی؟ نه من از کجا میدونم که
партнер аз куҷо бояд донӣ او یک ساختکار است او یک دیوانه است باز از مطبخ گریخته است وای کی گریخته باشد خانم تونین با دقت باشید میتواند به اینجا آید بسیار آدمی خطرناک است خر است شما را ضرر نرساند در این خانه با شما یک جای زندگی کردنش را نمیخواهم با پلیس زنگ زنید ایستید یک لحظه من یک خانه میخرم یک جای زندگی میکنیم بهترین خانه جناب عزمی لطفاً آرام شوید یعنی از محبس گریخته است به اینجا نآمده است آخر وای اونقدر آدمی بیعقل نیست آخر پدر جان پروا نکن من همینجایم اگر به اینجا آید او رو دستگیر کرده به پلیس میسپرم چی؟ بیادب حس میکنم حس کردم بله او همینجاست همینجا انیق همینجاست ای جناب عزمی آرام باشید زیا اینجا نیست خب خانم تولین سخنتان کافی است میبینم که ولکان هایم را با اقیانوس هایتان پخش کردید آتش هایی که علنگه میزد در درونم خاموش کردید زهرا جان زیا همین خیل گریخته زندگی میکند البته که نه ینگا جان کرد رو به سقراط کی دادنش رو پیدا کنیم آزاد می شود این برادری من کی به زندان رفتید از کی گریخته است از پشت کنعان لعنتی از همه چی قفا مونده خوب شد این رو هم فهمیدم خانم تولین امشب بسیار زیبا هستید زیباییتان شب را زیباتر میکند تشکری زیاد جناب عزمی اما مرا در خجالت میگذارید خواهش میکنم ارزنده هستید لعنتی این خانه را جزیر کردن که اولادی فش همه همینجا جمع شدن در گذشته خیلی نبود 3-4 نفر بودیم اما تنگ بود خیر خوراک خوردنی ها ما دفشن خوب کنن یکم پس مونده میوه میخریم لوین چه خیلی که نشود این کلتکلس رو دستگیر میکنم یک صدای از غیب میگوید که او در قصر پنهان شده است 100% سردارم در درون شما جین در آمده است تو چیا میگویی؟ هم بردک نه خانه بابا اکرم گفتیم کو لوینت و میداند که ما خانه را تفتیش کرده رفتیم او بعد از ما باز به خانه برمیگردد من او را میدانم هم بردک من یک چیز نفهمیدم امی تو لوینت مسخره داری جنگاور کلتکلس بیا پس کلتکلس بشو یا که از پس جنگاور سر مرا گرنگ نکن دستگیرشو میکنم یا سردارم خبردار شدم که درک انبار مبادله مواد مخدر می شود جنگاور در جای حادثه بوده است باز جنگاور ها؟ تو به بیرون برا گوش سوی شایجه شد برا سردارم وجدان ایستان سر من هم گرنگ شد از یک طرف جنگاور از یک طرف دیگر کلتکلس آخر یک تاشو که خوب کرده از پسش رویم نمیشود لوینت پیسرم تو عقل داری ها چی خیلی انتخاب میکنی ها پیش درو میروی این همین مردک بنزین حکومت بیهوده صرف کرده است جناب جنگاور بمبار در آمده همه را آتش زده است چی؟ بمبار را سوزانیده است؟ بله جناب سردارم معلوم شد که جنگاور به اینجا پیش از خودمون آمده بوده است رفتیم لوین با قصر میرویم جنگاور را از دست دادیم اقلا کلتکلس را دستگیر کنیم سردارم همین میگویم که همین کلتکلس لیمبوسای جنگاور را نپوشیده باشه بیهودگویی نکن
امی با فکر ایوین امی جنگوار خطی کرتکلاس هر دش یک آدمه با خاطر تو چه میگویی؟ او میگه که با یک تیر نشون زدین کو. لیمت خاموش باش، از برای خدا خاموش باش. به نام خدا را گرفتم. شما اینجا ایسته. سوختار خاموش کن ها، تشکیلگرها را زنگ زنید. آجان تو با من بیا پیش را. شادی چه تو اومدن مور علاوه پوف که بکش. از اونه که هجری را دوست داشتم کاش که جنگاور را دوست می داشتم. رقم تلفنش را نداد. اکنون از کجا میابه من او را؟ جنگاور؟ الو زیا همه آرام است بیا. سامان کنی اینجا بیا. اپا ما همراه سامان جان یک جایه در این خانه خواب میکنیم دخترم. چی مشکلی نیست ها؟ خیر ما رفتیم. جناب زیا شما یک چیز رو پرسم. در این خانه جینی بوده است درست؟ شما درباره این یگون چیز میدانید؟ چی؟ جین؟ بله. چه جین است برای خدا؟ رفتیم به اینجا پریده میرویم. با او نگاه کن باز ما رو میترسانیده است. من به تو نشانه میدهم از اینجا گریخته میروی. لاق و پرت را جمع کرده دیوانه شده از اینجا میگریزی. کفلاس. با کجا رفت او؟ اینجا محله زندگی میکردگی مون نیست مگر؟ یا اینکه سر هجری در بالو است؟ یا اینکه آدم های پدرم آمدن؟ غیر امکان است. آدم های پدرم؟ حاضر هجری رو از پشت من شده ضرر میرسونن چی؟ او رو میکشند. جنگاور برای خلاص کردن او میرود به فکرم. ای زن کدی بیدار شم از وجه که تو را ترسانم خودم ترسیده ایستادم. چیگه باشد؟ میروم افلاس. گرم یا خدایا. خانم بهار خانم بهار خوب هستی؟ جناب زیا جین رو دیدم. جناب زیا قسم میخورم که جین رو دیدم. نه جانم صف زدن نگو. خواب دیده یا تمام آرام شد.
زنکم در تنل گرفته بخدا گمشه نه اولاد عجوج و مجوج هم مرا خوردن چین بود است برو چین شده ترساندم خودم من چین ترسیده میمونی خدا جانی چی بلا بود چی گفت است؟ این صدای چی باشد؟ جین! خانم تولین؟ مادر خانم تولین امیدوارم که خوب است. خانم تولین یاری دهید برادر یاری ده برادر کمک کن مرا نجاده شوکت این چی حال است؟ چی شد؟ ای حالی مرا چو میکنی؟ ای پیشم یه عجینه بود چی بود برآمد؟ دیوانه کردید همه را با این لباس های پوشیده تا نیم شب. یا خدایا این چی خیل جین است؟ نمیدونم ای شوکت این چه لباس است؟ نپرس برادر کانون دیوانه باز از پسم است. چرا چی شد؟ باز چی کار کردی؟ بانو را دوزیده بودم. آفرین کاری خوب کرد. رحمت کلام برادر. اگر تو را یابد در یکان لینچه اندازد تو را کشد من هم خلاص می شوم. ای روی تباری برادر سیاه مرا یه طرف ممکنی گفت زن چی گفت شی؟ با محبس در آمدی با میبروی ما بخبر؟ به دام سقراط گرفتار شدم. اوها سقراط گفتی برادر؟ اونم هم از پسم است. بشخی؟ البته همین خیل حیات دارم من. ای در حیاتت بمرم که لحظ. هجری 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 اوه تو خوبی تو رو چیز شده است گفته بسیار ترسیدم تو رو جنگاور نجادد خانم سنم شما خوب دیده ایستاده اید جنگاور رو دیدم من خانم سنم شما خوب نیستید دیر شد شما رو تا خانه برم ایستید شما رو میبرم رفتید گذارید داروید ягон бор ягон духтарро то хонааш бурда иҷрӣ яъне ман аввалин ҳастам шаб бахайр хонум санам шаб бахайр ҳиҷрӣ ногуфта намонад барои маро то хонам оварданат миннатдорам иҷрӣ ҳеҷ гап нест хонум санам дароед дар ин вақти шабонҳо ба куҷо мераванд устодам зиёро дастгир мекунанд ҷинаро дидам ҷин яъне модар чӣ хел ҷина ай мелис напурс мелис янга ба шумо чӣ шуд тулин дар ҳавли ҷин дидааст о май год
янга یک بازیچه است. دوملو ازمیرو گفتن در کورکی بیاید یک دوش. آخرین بازیچه میگوید. بازیچه میگوید جین بود جین. آخر چرا باور نمیکنه؟ جین دیدم، جین را دیدم میگویم. از نظرم نمیروه، قسم میخورم نمیروه. مادر شوکت اکنون رفت غیب زن. به این همسرم در بلا است. مایلش غیب زدم. ای بچه بگو کجا برم مخیره نشانت من غیب زنم. از تو جانم خلاص نشده. لیوند از درونم یک کس میگوید که او در این خانه است. سردارم لیوین کفالت میده که در درون شما جینه. از حفظت نگو. او کلتکیل است نیست مگر؟ برادر سر و سیمه نشم. نترس، در بالا موتورسیکل هست. پریده گریز. بنزین دارد؟ بنزین هم داره، گاز هم زده موشه. ایست کلتکیل است. ایست بپرانم. پاچه پستگرس لیوین تومد. جنایتکاری رو که از محبت گریخته است تعقیب داریم. در حال یاری میخواهیم. بیشرف اینقدر تیز رفت ایستاده است. رنگی سمالیات میروایی. لعنتی شوکت آخرین پر از بنزین بود کو. خزنده همینجا است. سردارم کلاس گریخ. او را پیش راهش را میگیریم. جان نجوم تسلیم شو. ایست تبلا ایست. هم مرده که کمیل با پیش کساش چی بنا پرودیش آنها را دستگیر کنه. داد پس جور ربه همه با ماشین ها سوار شوید. کی هستی ها؟ کی هستی؟ هر بلایی که بسرم باید آمده خلاصم میکنی. کنی ایستا. وقتی روی تو را دیدن هم رسیده است. رویت را این طرف گردان. این طرف گرد.